خب با عرض ادب خدمت دوستان عزیز، ببخشید این همه مدت طول کشید تا بالاخره یه ویدیو بذارم. البته وسایل از اینا زیاد گرفتیم تو این مدت که بخوایم نشون بدیم یواش یواش بهتون، ولی همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم یه بیماری باعث شد که من نتونم تا مدت زیادی، اصلا شرایط روحی خوبی نداشتم. حالا بهتر شدم خدا رو شکر. من اینو خدمتتون عرض شود که یادم نیست دقیقا چند خریدم، ولی فکر کنم دور 40 یورو خریدمش. به خاطر اینکه برم قیمتشو در بیارم که میخوام ویدیو بسازم، رفتم در بیارم دیدم گرونتر شده. به خاطر همون الان قیمتش 51 یوروه، ولی اون موقع من زیر 50 یورو و زیر 45 یورو خریدم مطمئنم، ولی الان گرونتر شده دیگه. بالاخره دلیلشو نمیدونم. حالا ببینیم توش چی هست، اصلا خودش چیه. بلک اند دراگر مارکش 3.5 وات و در واقع دستگاه منگنه است که باهاش منگنه میزنن برای کارهای. اون زمانی که من خریدم برای فقط نشون دادن این دستگاه خریدم که به شما نشونش بدم و مطمئن بودم یه روزی به دردم میخوره. بعدم فهمیدم خانومم باهاش استفاده کرده و رو موبلیا رو از چیز کنده، بعد با این چسبونده دوباره. حالا ببینیم توش چی هست. توی این هم استفاده کرده خانومم ازش یک بار. این میخاش پرچاش هست و میخاش چون میخم داره. اینا میخاشه، این که منگنه هاش. خیلی خوب، این هست. این خودشه، یه شارژر داره، یه دفترچه راهنما. حالا اینجا نوشته چیز بدیم، من ذره بینمو بیارم شد. اینجا بهتره، این بهتره. اینجا نمیدونم شما هم از این تو میبینید یا نه، ولی خب نوشته که 6 میلیمتر و 8 میلیمتر 10 میلیمتر 12 14، یعنی 14 این عرضشو داره میگه که اینا استفاده میشود زد. یعنی الان این نمیدونم چند میله، ولی اینجوری از 6 و 8 10 12 و 14 میلیمتر جا میشه توی این. و حالت میخش، چرا دوباره من اینا رو گذاشتم سر جاش، و این حالتهای میخی به طول 15 میلیمتر رو میتونیم باهاش بزنیم. خیلی خوب، این هست. این آوردم مثلا برای نور پردازی. حالا بذارید بذاریمش اینجا برای نور پردازی. مثلا نور تا بدترش کرد. خیلی خوب، این از این قسمتش. برای روشن کردنش اینجا یه دکمه داره، ولی تا زمانی که اینو فشار ندیم و این چراغ روشن نشه کار نمیکنه. اینجا یه نمیدونم شاسی بگم چی بگم، اینو وقتی فشار بدیم داخل این میزنه اینجوری قفله، ولی وقتی فشار بدیم بره داخل این تیکه، یعنی در واقع بذاریم روی جایی که میخوایم منگنه کنیم فشار بدیم، اون موقع عمل میکنه. بعد خدمت شوانش عرض شود که از اینجا مشخص میشه که
پرچ داره یا نه، در واقع منگنه داره یا نه داخلش، که این الان من دارم میبینم که داره. حالا نمیدونم شما هم از تو دوربین دیده بشه. این هاشش داره. خب از این بغل که فشار بدیم باز میشه. بعد برای گذاشتنش هم اینجا باید بذاریم، بعد ببندیمش. چون من خانومم داشت اشتباهی فکر میکرد باید بذاره اینجا، ولی اشتباهه. این واسه اینجا میذاشت، اینجوری بسته میشه. این از این. دیگه چی داره که بخوایم بهتون نشون بدیم؟ اینجا هم که مال شارژرشه. خب حالا اینم خاموش کنیم، فعلا لازم نداریم و همین. ولی چیز بسیار بسیار به درد بخوریه، یعنی واقعا کار را بندازه. ما چند مدلشو داشتیم، مثلا اینم هست که از قبل داشتیم، یا از اونایی که رو میزیه برای مال تحصیل بچه ها بیشتر در واقع. بزنیم اینجا دارم، یعنی مثلا از ایناش هم داشتیم، ولی میگم اینو بیشتر خریدم به خاطر اینکه برقیه دیگه. مثلا گفتیم بیایم نشون بدیم شاید کسی به کارش بیاد. 800 تا از این نوع داره داخلش، 200 تا هم از این نوع داره داخلش. نیم ساعت هم باتری رو شارژ نگه میداره. مدین چاینا، ساخت چینه، ولی برای انگلیس دیگه، در واقع مارک انگلیسیه که توی چین ساخته میشه تحت نظر شرکت انگلیسی. هم ممنون میشم بچه ها واقعا لایک کنید، حالا شیر، ولی کامنت بذارید و لایک بکنید، مخصوصا الان که وقتی میبینم روحیم خیلی خوب میشه. ازتون ممنون میشم اگه این کارو بکنید و امیدوارم به زودی دوباره یه ویدیو دیگه براتون بذارم. فعلا خداحافظ.